قد بلندش نشانه برنجی گرند اسلم محسوب می شود. از گران پری بهروز نشانه نقره دارد. متسلیوس ابل متسلیوس باشد از گیتی می براید. در دوره های اول قدر پهلوانان قوی مقابل رقیبان پرقوت خیش نیستند و بعدا دوره ها مرکب تر می شوند. پهلوان گیتی هرچند نتیجه هم نداشته باشد ولی در قهرمانی جهان 3 مرتبه اشتراک کرده است. اشتراکش در گرند اسلم ها 6 و در گران پری باشد 5 مرتبه را تشکیل می دهد. شدوی اول برای متسلیوس برای برآمدن از مرکز تاتامی و خواجه‌زاده بهروز حالا قدمی به پیش می رود. بهروز خواجه‌زاده چند وقت لت برداشته بود. به زودی این برقرار شد و گوشتین گرفتن برای هنوز هم مشکلی دارد، به خاطر که چون قبرغه لت برداشته بود هراس داشت. از همون لحظه که گوشتین گرفتن برای دوباره درد یافتن، اما فکر میکنم امروز اکنون خواجه‌زاده را لازم است که دیگر میدانداری کند، چون که بیشتر توقف برای سن و سال همچنین برای کسبیت او را سرهم سری معما میبرد و میتواند که گوشتینی اگر دور و دراز گوشتین نگیرد پس در کسبیت او البته یک ضربه خیلی هم جانکاه است. از این خاطر بهروز حالا در میدان میشود و یک اصول بسیار هم محبوب دارد. اگر اصول رو بکار برد تای و توش میگویند که این تای و توشی که همین لحظه که ما دیدیم در اینجا در نمایش داد و همین اصول رو بسیار هم خوب اجرا میکند. اما متسلیوس اونقدر پهلوانی اگر بگیم که نتیجه داری و دستاورداری نیست که بهروز با او دور و دراز گوشتین گیرد. باید همین لحظه بهروز کار رو انجام دهد. خب دوست شده برای بعضا حالت ها رقیب ناقلای هم می شود. بعضا دور و دراز گوشتین گرفتن با پهلوانی کم تجربه در آن است که ناقلای است. هر وقتی که میخوای که از کمربند یا از گریبانی او داره جان راستا گوشتین گیرد و خود را به هر طرف میپرتاید و برای پهلوانی تجربه دار هم با رقیبی بی تجربه گوشتین گرفتن مشکلی دارد. خب سومین شده خاصا که برای متسلیوس خواهد بود و خواجه‌زاده به دوره منبعده می رود. خب ما اکنون در حال میگیم که دوره منبعده خواجه‌زاده بهروز باید با ساموئل جاسنر از استرالیا گوشتین گیرد. گوشتین خوب نشان دهد چون که او گوشتین برای او مهمتر از این نبرد است. خب برای ما گوشتین نشان دادند. اینجا و همانا گوشتین ادامه می یابد. بالا ببینید یک پهلو در اینجا صدای کامرانشاهی استاپریان است کجای می رسد. حتی با صدای پهلوانان رو میفهمیم در کجا هستند. نفس پهلوانان هر کجایی که نفس میکشند برای ما آشنا هستند. بعضا پهلوانان میگن که شما هنری ما رو کم میبینید ولی ما نفس کشی شما رو میفهمیم. خب در اونجا صدای پشت پردگی و سره کامران شاه می آید و حالت لدادن دست بسیار امکانیتی خوب برای خواجه‌زاده بهروز می شود میگوید. خب می شده است می شود و حالتی از ایکامی هم 6 می شود 8 می شود. این پیروزی خواجه‌زاده بهروز رو می توان جشن گرفت. اولین دیدار و اولین پیروزی و اولین راهی
اکنون قدم به قدم. خب این وضع تحتمی میکنیم دوستان عزیز، چون در آنجا دیگر پهلوانان رو ببینیم. و خواجه‌زاده باشد. اکنون نبرد میان این پهلوانان شروع شد. اولین حرکت ها خواجه‌زاده بهروز فرقیتش در گشتن در لحظه های اول نسبت به رقیبش خیلی زیادتر است. برابر با سامان هر دو گشتین میگرفتن. حالا ببینید در اینجا معلومات درباره این پهلوانان میبرارند. خب ادامه نبرد میان خواجه‌زاده و رقیب استریایی‌اش گاسنر. اولین شیدا را برای خواجه‌زاده برای انگشت در آوردن نشان میدهند و این شیدا قدر حالا برای این پهلوانان قدر مشکلی نمی‌رود و اینکه باید بهروز گشتین گیرد، گشتین خوبتر نشان دهد بر مقابل رقیب. شایسته است گشتینش حالا، اما رقیب را چون دست داشت باید اصول بکار برد، چون اصول بکار نبرد میتواند که برای ما شیدای نوبتی هم نشان دهد. دستکنی شیدای نوبتی شاید با هر دو پهلوان نشان دهد. دیدید این دومین شیدا است که برای بهروز نشان میدهند. اکنون تمام، دیگر حجت برای دست داشتن شیدا نیست، دیگر باید توکل رو بکار برد. بهروز هجوم کند پیوسته و مقابل رقیب شایسته هنر نمایی کند، وگرنه با این ایستادن ها دیگر کار رنگین نمی شود. مربی گاسنر از اونجا مصلحت میدهد، اما در کرسی مربیگی خواجه‌زاده بهروز با فکرم خالی باشد در نزد نواربردار. با خاطر که مربی ژاپنی که هیئت منتخبی ما است در نزد سومو نشسته است با فکرم. خب اکنون حرکت های بهروز خواجه‌زاده برای دو شیدا نشان دادنش کمی کار رقیب را فعالتر میگرداند و بهروز باشد. حالا فقط یگانه را عمل نشان دادن است. حرکت ها بهروز فقط چند اصول دیگر رو نشان داده نمی شود، ولی باز هم تکرار هم می شود. میگوییم که همین ایستادن های بهروز
ба суди кор нахоҳад буд. инҷо бо ин ду шидое ки дорад бояд дар муқобили рақиб ҳаракаташ зиёдтар шавад, вагарна рӯ ба бохт аст. ҳоло бояд барои паҳлавони Австрия шуд довар нишон диҳад, чунки берӯз акнун дар лаҳзаҳои вақти асосӣ дар лаҳзаҳои охир бисёртар кӯшиш дорад барои ҳуҷум кардан. як суде ки даоменаге мегӯянд бисёр барои иҷроишаш. дидед довар бояд инро барвақттар ҳам шуда медод барои Гаснер, чун кам фаъол буд. خب به هر حال اکنون پیوسته هجوم کار در گالوسکو هم شاید ادامه یابد برای خوب ادامه نشان دادن این نبرد. زیادتر شود گالوسکو. کار در گالوسکو مهم برای بهروز است. این وقتی طلایی امکانیت های طلایی رو برای بهروز میدهد تا استفاده کند. حالا دست داشتهش بهروز همون اصول بسیار تایاتوشی که میگویند با کار رفتن بهروز بسیار خوب باید باشد. ولی هنوز ناروشن است. اوه موزری چند گل میمونه؟ نه خوب رها میشود اگر رفت و یک شیدای دیگر نشان دهند برای ما پس خنسا که ممکن شود. اگر برای هر دو نشان هم دیدن برای این بس سود رقیبی بهروز است. خب هنوز کار ادامه می‌یابد. بهروز گیربان و آستین رقیب را بسیار خوب می‌دارد. حالا درو دراز گشتین می‌شود. در آنجا مربی تیمور برای بهروز حالا شکلی درست گشتین گرفتن میشد. داوری که با سامان بود، داور ژاپنی که بود. بله اکنون برگشت از نزد سامان و در کرسی داوری در نزد بهروز نشست و برای مصلحت میداد برای بهروز. شکلا با سهراب رحیم بسیار مهم است، چون از فاصله دورتر بریم میبینیم مربی تیمور در اینجا نشسته است. خب برای خوب بهروز اینجا یک وزری را کار میکند. فکر میکنم که اگر باز از امر داور نباشد پس با سود خواجه زاده خواهد بود. حالا بعد از ماته باشد به نتیجه است. نه ماته بود از این خاطر حساب نمیشد. خب به هر حال باید چنین فعالی رو از دست ندهد بهروز، اما کم فعال نباشد، چون که کم فعالی این معنای خوب است کارش. حالا شدوی 90 یک وزره نشان میدهد داور. یک حالتی بود که سامان وزره به همین شیوه زد، حساب نکردن بعدا با داور اثر نو. پرتافت بهروز امتیازدار بود و فکرم، اما افسوس که ما پهلو می‌رفتیم. از ما را حساب نکردند ولی از گاسنر حساب شد. به هر حال دوستان عزیز، روزی دومی گران پری پرتغالیا هنوز هم امیدها را خاموش نکرده. سامان محمدبکوف برای سامان دادن نمرینک حرکت می‌کند. تبلیغ می‌شود دوستان عزیز. با بعدا برمیگردیم.